بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان. کمی اخماتون رو باز کنید، کمی لبخند بزنید، کمی بخندید، زیاد سخت نگیرید زندگی رو به خودتون. میگن که بر خود آسان گیر کارها که از روی تب سخت میگیرد جهان، بر مردمان سخت کوش این چند صباح زندگی دنیا. ارزش ناراحت شدن و قصه خوردن و اخم کردن و قهر کردن و قطع رابطه به بهانه‌های الکی نمیارزه به این چیزا. بعد انسان پشیمان میشه و بعد دیگه فایده ای هم نداره. همین چند صباح زندگی دنیا رو برنامه چرا زدید فاز منفی رفتید؟ مگه قرار بود بینندگان اخم داشته باشن، مشکل داشته باشن؟ جناب دکتر قبل از اینکه سلام بفرمایید مثل همیشه اعتراض کردن به صحبت دائما. من عادت کردم دیگه به این اعتراض های جناب دکتر. ما که چند سالی هست تو سفره دل هنوز با هم روی این مسائل درگیریم. فکر کنم امروز برنامه هم ما قبل از برنامه موضوعات رو بررسی می‌کردیم. حالا تو خلال برنامه باز می‌بینیم که تفاهم خواهیم داشت رو سر موضوعاتی یا نه. و حضور جناب دکتر رو خودتون متوجه شدید در داخل استودیو و دیدید، صدا و تصویرشون هم شنیدید، اما سلامشون هنوز با شما بینندگان عزیز باقی مونده و من پیشاپیش به نمایندگی از شما عزیزان خوش آمد میگم به جناب دکتر و حضورشون رو در استودیو گرامی می‌دارم. خوش آمدید جناب. بنده هم عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و مقدمتا از همه شما بینندگان پوزش می‌طلبم از این منفی بافی استاد سلیمانی. من خیلی خوشحالم که شما رو جلوی دوربین و پشت دوربین به اصطلاح خندان و شاد می‌بینم. الحمدلله همتون شاد هستید، خندان هستید و در این برنامه ما رو همراهی می‌کنید. برنامه ما هم بسیار مهم هست مثل لبخندهای شما و پیشانی‌های بازتون در این سفره پربار انشاءالله. من میخوام از همتون خواهش دارم که انشاءالله سفره دل ما رو تنها نذارید که موضوع امروز بسیار مهم هست. بسیار مهم هست برای آقایون و آقا پسرها که کی رو واسه زندگیشون انتخاب کنن و بسیار هم مهم هست برای دختر خانم‌ها تا بدونن که پسرها دنبال چه سوژه هایی هستن. در خدمت شماست. مقدمه صحبت رو جناب دکتر اشاره کردن تا حالا دوستان بیان این مانیتور روبروی من یکی مرتب ترش کنن، من تسلط بیشتری به تصویر داشته باشم. موضوع برنامه امروزمون همونجوری که جناب دکتر اشاره کردن در هفته گذشته ما درباره ازدواج صحبت کردیم، درباره انتخاب شریک زندگی و رفیق عمر که چه صفاتی داشته باشه و بحث ما هنوز تکمیل نشده و همین موضوع رو انشاءالله در برنامه امروز هم به همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد. البته قبل از اون باز هم مختصری از آنچه که مطرح شده رو از زبان شیوای جناب دکتر بشنویم تا ببینیم که جناب دکتر چه صحبتی دارن. این هم صدای انتقال تلویزیون مانیتور روبروی ما بود که دوستان شروع کردن به نقل و انتقالات پشت سر یک جمله من دوستان رو به زحمت انداخت. برمیگردیم به خدمت جناب دکتر و خلاصه صحبت آنچه در هفته گذشته مطرح شده از جناب دکتر میشنویم تا بیشتر در جریان آن چیزی باشیم که مطرح شده، چون این موضوع بسیار مهمی است و خیلی از عزیزان دوست دارن که با اشراف کامل و بیشتری موضوعات از دستشون در نرفته باشه. در خدمت شما هستیم جناب دکتر. خلاصه ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. به طور گذرا ما در مورد مفاهیم و ابعادی که باید مد نظر ما باشه وقتی که میخوایم ازدواج کنیم داشتیم حرف میزدیم و این رو بسط میدادیم و اشاره کردیم که بعضی از موارد هست که همیشه باید مد نظر باشه و در عموم مد نظر هست، اما باید شیوه دید ما به این موارد یه جوری برنامه ریزی شده و دقیق باشه. مثلا بعد جسمانی رو مطرح کردیم که از نظر فیزیکی اینا با هم یه نوع تلاعومی داشته باشن که یک نمیدونم مرد مثلا 250 کیلویی نیاد مثلا یک
زن لاغر 25 کیلویی رو مثلا بگیریم. البته اینو فکر کنم تو تفاصیلش نرفتید، فقط کلیات یعنی چیزایی که به اصطلاح عموما هست در به اصطلاح جامعه، وقتی ما میاییم در دید ما این مسائل هست، اینا با هم یک نوع انسجام جسمی یا دارند یا ندارند، اما دیدمون اصل مبنای انتخاب گفتیم باید از عقل شروع بشه، بیاد با عاطفه و احساسات برسه، بعد جانب غریزی مرحله سومش هست. ما در انتخاب ها متاسفانه میایم از آخر شروع میکنیم. جناب دیدمش چارشانه بود، خیلی خوشگل بود، نمیدونم، از غریزه شروع کردیم، اومدیم بعد از اون میگیم خب حالا که این شکلی هست پس عاشقشم، خب دیانتش درست میشه بعدن. تو گفتیم که نه، این یه ریسک بسیار خطرناکی هست. همیشه به اصطلاح این موارد همیشه در ازدواج، اون ازدواجی که بر یک مبانی پوچ و بی اساس ساخته میشه، با یک موارد پوچ و بی اساس هم از بین میره. اون چیزی که بر مبنای یک فهم و درایت و این بشه خب دوام پیدا میکنه. هرچه نکات مشترک بین زن و همسر، به اصطلاح زن و شوهر بیشتر باشه، این به اصطلاح انسجام دوامدارتر هست. در مورد به اصطلاح نحوه مسائل دیگه‌ای که عقلانی و رابطه به اصطلاح مستوای کفاءت که بهش میگن در فقه اسلامی، از نظر فهم، اندیشه، درایت، سطح سواد، عمر و این موارد حرف زدیم. حتی مواردی که بسیار احیانا ما ازش غافل میشیم که آقا بچه کجاست، حتی بچه کجا بودنش مهم هست، که خود منطقه با زمین و طبیعت روی انسان تأثیر میذاره. یکی بچه به اصطلاح کوهستان هست، یکی بچه صحرا هست، یکی بچه مثلا ساحل دریاست. به طور عموم مثلا دریا ساحلیا ماهی صفتن، ماهی هم خیلی نرم خو است و تو لاک خودش هست، مثلا بهشون میگند که کم وفا هستن. به این معنا که شما مثلا یه بچه ساحلی رو امروز دیدی، 10 سال بعد که میبینی همچین سرد برخورد میکنه. این در نظر شما که یه بچه کوهستانی هستید و گرم خو هستید و یا صحرایی هستید، که به اصطلاح بچه صحرا مثلا میگن که مناطق صحرانشینی به اصطلاح شتر صفتن، یعنی محبت رو حفظ میکنند، یادشون نمیره، در عین حال خیلی کینه‌توز هم هستن. خب البته جناب دکتر اگر فکر کنم از بچهای ساحل یا از بچهای صحرا کسان اینجا میبودن، اون موقع اعتراضای شدیدی میکردن می صحبتش. این ببینید یک مواردی هست که تأثیر داره. حالا این به طور عموم همینطوری هست؟ نه، تربیت نقش خودش رو داره، تحصیلات نقش خودش رو داره، سفرهای متعدد نقش خودش رو داره، همه اینا تأثیرگذار هست. اما به طور عموم وقتی که این مسائل مطرح میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینی که وقتی که من میخوام از یک منطقه ساحلی، یک منطقه کوهستانی، یک منطقه صحرایی، یک منطقه شهری دهاتی میخوام زن بگیرم، باید این موارد رو مد نظر داشته باشم که آیا من این ظرفیت رو دارم. خب طرف میاد با زنش دعوا داره، چی دعوا داره که همیشه رو من صداشو بلند میکنه. وقتی میریم میبینی نه آقا این صداشو بلند نمیکنه، فرهنگی که این توش بلند شده، این تو با صدای بلند حرف میزنن. این بچه شهری هست، همیشه یاد گرفته تو خونه که صداش بلند شه، صاحب خونه میاد دعوا میکنه، آروم حرف میزنه. اون بچه کوه هست که نزدیکترین کسی که باش بود 2 تا کوه اونورتر بود که باید صداش میزد که آقا نمیدونم تو خونه بزرگ شده، یه آشپزخونه 4 کیلومتر اونورتر بود، صدا میزد که مامان چی به سلام ملقه رو بیار یا نمیدونم قاشقی واسم بیاره فلان. خب این عادت کرده. حالا من که میخوام از این منطقه زن بگیرم، باید این موارد رو مد نظر داشته باشم. منطقه سردسیر، گرمسیر، خب طرف از منطقه سردسیری هست که دیگه حالا سردی منطقه ما واسه اون همون گرمای شدید زمستان هست دیگه. وقتی میخواد به اصطلاح استراحت کنه دیگه دنبال پتو و نمیدونم ملافه نیست، اما من باید 4 تا لحاف رو خودم بندازم. خب این موارد وقتی من میخوام زن بگیرم باید اینا رو مد نظر داشته باشم. آیا این ظرفیت رو دارم، این رو میتونم برداشت کنم یا نه. خب
وقتی میخوام از خودم زن بزرگتر بگیرم یا کوچیکتر بگیرم، این موارد رو و به اصطلاح استاندارد علمی به اصطلاح عمر رو هم مطرح کردیم که این هم مهم هست که ما اینا رو مد نظر داشته باشیم. عقل و درایت و میزان تحصیلات اینا رو همه مطرح کردیم. ببینید چرا ما روی اینا زیاد ویراژ میدیم؟ چون که وقتی ما میخوایم انتخاب کنیم، انتخاب زن یا انتخاب شوهر، این قضیه یه دو روز نیست. من 20 سال عمرم شده، 25 سال عمرم هست، میخوام چقدر دیگه مونده 50 60 سال دیگه زندگی داشته باشم. حالا 20 سالشو چطور گذروندم؟ این ابتدای ساختن من بود. زندگی من از الان شروع میشه. با ازدواج در واقع من زندگیم رو شروع میکنم. این آغازی که هست پایان نداره. من میخوام با این زن 50 سال دیگه زندگی کنم در دنیا، تا ابدالآباد هم در آخرت هم همین زن هم باشه. حالا این ما رو بیاد یه چی جوکی انداخت، حالا شما منفی بافی کردیم و الان اخمای بعضیو که تو هم رفته رو باز کنیم. بنده خدایی داشت در روی منبر از این حرف میزد که زنها به هر حال همراه شما هستند و اهمیت زن و اینو، و شروع کرده بود از بهشت، که بهشت وقتی که میرید به اصطلاح اونجا میان حوریایی از شما استقبال میکنند. اون مؤمن اینا رو وقتی میبینه خوشحال میشه، میدوه به طرفشون، فکر میکنه اینا همون زنهای بهشتی هستن. تا به اینها میرسه ای خانم عزیزم ماشاءالله چه میگه نه بابا ما کلفتیم، ما هیچ کاری نیستیم، برو تو قصرت. میگه وارد قصر میشه. وارد قصر که شد، بعد اونجا یک به اصطلاح افراد دیگه رو میبینه، یه زیبایی رو میبینه، میگه ای بس همینا هستند هوریا. اینا رو که میبینه میگه که آی هوریای من. میگن نه بابا ما اینجا فقط به قصرت میرسیم و ما هیچ کاری نیستیم، خدمتکاریم. داخل برو، بیشتر تو اتاق. به اونجا که میره باز هوریا رو میبینه، خوشحال میشه. میگن این چه هوریایی که اصلا عقلش داره میپره. میگه ما چه کاره ایم، ما هوریا هستیم. اصل قضیه داخلتر هست. وقتی میره اونجا زنش رو میبینه، زن دنیایش رو. خب یک بنده خدایی که نشسته بود دهنش وا رفته بود اینا، میگه ای خرابش کردی. اونجا هم همین برا سرمون هست، خانم هم اونجا هم هست. اینه که این خانم اونجا هست، اما با یک جمال و کمالی که به اصطلاح حتی از حوریا هم سبقت میگیره، از حوران بهشت هم سبقت میگیره. حالا این زنی که من میخوام که تو دنیا هم زنم باشه، تو آخرت هم زنم باشه، باید دیگه مقداری با احتیاط انتخابش کنم و انتخابش هم که میکنم دیگه باید انتخابم درست باشه که زنم باشه. ببینید ما باید اول از خودمون بپرسیم آیا واقعا ما شوهر هستیم که میخوایم زن بگیریم؟ من میخوام شوهر باشم یا میخوام که مذکر باشم؟ یه چیزی از رابطه مذکر مؤنث هست. مذکر هم تو همه فطرت هست، تو روباه هم مذکر داره، موشا هم مذکر دارن، نمیدونم همه جا گاو و گوسفندا هم مذکر و مؤنث دارن. حالا ما میخوایم که رابطه ما یک مذکر و مؤنث باشه که یک نوع غریزه رو دفع کنیم. خب دفع شد، تموم شد، رابطه تموم شد. یا میخوایم که نه، یک ازدواج داشته باشیم. ازدواج غیر از اون رابطه زن و شوهر هست، زن و مرد هست یا مذکر و مؤنث هست. رابطه دو تا همسر هست، رابطه بسیار عمیقی هست، دوام پذیر هست که به اصطلاح پایان نداره. حالا که این همچنین رابطه‌ای هست، باید این رو بر یک معیارهای درستی من انتخاب کنم، یه معیارهای مد نظرم باشه، عجله نکنم، با دقت، با برنامه‌ریزی درست زنم رو انتخاب کنم، شوهرم رو انتخاب کنم تا بتونم به اصطلاح زندگی خوشبختی داشته باشم. همه ما تلاشمون برای چی هست؟ دقیقاً همینه که همه تلاش میکنیم تا در دنیا سعادتمند و خوشبخت باشیم که این امتداد پیدا کنه در آخرت هم انشاءالله بتونیم با هم باشیم. مثل اون بنده خدایی که پای منبر نشسته بود و آخرش گفت آخرش خراب شد انشاءالله، چون ظاهرا حالا این بنده خدا در دنیا تجربه خوبی نداشته از زندگی همسرداری که آخرت رو هم قیاس کرده به اینجا. یقینا اگر در دنیا خوب می بود آخرت هم خیلی بهتر از این است. حالا اگر
همین موضوع رو بخوایم بسط بدیم جناب دکتر که از وقت بهتر استفاده کنیم. اگه بریم سر نقاط مستقیم، الان شما در ابتدا گفتید که حالا منتظر باشن آقا پسرها و همچنین دختر خانم‌ها، اونایی که میخوان ازدواج کنن انتخاب کنن همسر، آقا پسرایی که میخوان انتخاب داشته باشن و دختر خانم‌هایی که به هر حال خواستگاری میشن. یک پسر شما اگه بخواد بهش توصیه بکنید، آقا جوانایی هستن الان مخاطب ما میخوان ازدواج کنن، میخواد بره خواستگاری، اگه یک کاغذ الان دستش باشه بخواد بنویسه که شما یه سری مواردی رو به عنوان برادر بزرگترشون به اونها توصیه بکنید که اینها رو در اولویت بگذاره، اینا رو بررسی بکنه برای انتخاب همسر زندگیش، اول از کجا شروع کنه؟ ببینید هر جوونی حالا در زندگی نگاه کنیم، هر جوونی تا به عمر میفته، تا از به عمر بلوغ میفته، فوراً شروع میکنه آمادگی میگیره برای چی؟ برای ازدواج. کار هم میکنه برای ازدواج، پول جمع میکنه برای ازدواج، در فکر اینه که درس بخونه که نمیدونم چه کاره بشم که بزنم زن بگیرم. یک فطرتاً خداوند متعال در انسان اینو به اصطلاح گذاشته. حالا ازدواج هم که مسئولیت‌های خودش داره. البته بازم که جوکی رو تعریف میکنن در قصه‌های به اصطلاح من درآوردی که میگن که مردی از خداوند پرسید که خدایا این زن رو چرا اینقدر خوشگل آفریدی. البته این جوک هست و در عموم همیشه مردها در طبیعت از مذکرها و مردها از زنها خوشگل‌تر هستند. عموم طبیعت اینطوری است، خاص به هر حال خلقت الهی است. در هر حال خب جواب اومد که خب اینو خوشگل کردیم تا دوستش داشته باشیم. بعد حالا نمیدونم این جوکه به نفع زناست یا به نفع مردا. بعد پرسید که خب خدای چرا اینقدر کودنش آفریدی؟ بعد جواب اومد که خب تا اونم تو رو دوست داشته باشه. شما امروز میخواید که کل مخاطبین ما رو برای ما بشورونید. به هر حال تو همین اخمایی که شما بستید رو بکنید. یکی این که جناب دکتر همیشه نظرشون اینه، حالا من هیچ نظری تو این رأیشون ندارم، نظر جناب دکتره که میفهمن جنس مذکر همیشه از مؤنث زیباتره. در طبیعت اینطوری هست، در غیر از انسان ها اگر بخوایم نگاه بکنیم ما را فعلا، چون در انسان ها غالبا خانم ها این احساس رو دارن، حداقل بگیم حالا در این احساس در خانم ها خیلی پررنگه. با این که خانم طاووس جنس مذکر زیباتر از مؤنث، طاووس زیباتره، خروس زیباتر از مرغ، شیر زیباتره، شیر نر خوشگل‌تره. همه طبیعت اینطوری است. حتی گلها، درختها همیشه مذکر از مؤنث زیباتره و حتی انسان‌ها. ولی انسان همیشه اعتراف میکنن که خانم‌ها از مردا زیباترن. اشتباه است. فهمی که شاید همین هم نشان از همون کودنی آقایون شاید به قول شما. از شوخی که بگذاریم جناب دکتر، حالا موضوع بحث انتخاب از بحث این که شروع بخوایم بکنیم، حالا با همه این تفاصیل، این دیدهایی است که در جامعه هست، یعنی به هر حال موضوع بحث جمال هست، موضوع بحث تفاهم هست، موضوع فهم درک هست، موضوع بحث دین و اعتقاد هست، موضوع بحث جایگاه اجتماعی هست، موضوع بحث در حال وضعیت مالی هست، موضوع بحث تحصیلات هست. همین مواردی هست که دغدغه است، کدوم ها باید اولویت باشه. ببینید ما وقتی که میخوایم یه زن بگیریم و این همسرمون باشه، زنمون نباشه، همسرمون باشه. فرق بین زن و همسر چیه؟ چه فرقی میکنه؟ کسی میخواد زن مگه ما وقتی که طرف میگه زن میگیرم دیگه، حالا زن هم همسر نیست مگه؟ وقتی ما احیانا زن رو به معنای همسر استفاده میکنیم در زبانمون، اما زن به طور عموم نه. زن برای مرد هست. ما میخوایم دو تا همسر داشته باشیم، یک به اصطلاح ازدواج داشته باشیم. حالا این ازدواج اگر بخوایم زن بگیم، زن یعنی چی؟ یعنی من کسی رو میخوام که به اصطلاح در مسیر زندگی با هم نوع تفاهمی داشته باشیم. نکات مشترک زن و مرد کم هست. حالا این زن رو به چه معیاری میگیره؟ آقا بر معیار عشق گرفتم. عشق چی هست؟ یک نوع انفعال عاطفی هست و همیشه عاطفه تغییر پیدا میکنه، انفعالات و احساسات دگرگون میشه. یه چیزی رو من امروز دوست دارم فردا دوستش ندارم. خب این عشق باید بر مبنای سلوک و رفتار ساخته بشه، نه عشق بر مبنای مثلا هوا و هوس. حالا غریزه اشباع شد. ببینید همه ازدواجاتی که بر مبنای عشق و عاشقی میشه، غریزه هست، جنس هست. خب جنس چقدر میخواد طول داشته باشه؟ 10 روز. خب در قبل از این که ماه عسل تموم بشه
این رابطه عشق و عاشقی به کدورت تبدیل میشه. مگه نیست که همه شاعرانی که شعرهای عاشقانه سرودن کی بودن؟ قبل از ازدواج. خب و اگر دوام داشته اونایی بودن که هرگز به همدیگه نرسیدن. اما تا وقتی که همین که شاعر ازدواج کرد دهنش لال افتاد دیگه، شعری در عشق و عاشقی نگفت. واسه چی؟ واسه اینکه این یک نوع غریزه است، انفعال هست، انفعال اشباع شد. خب من خیلی گرسنم هست، هر چیزی که جلوم اومد چلو مرغ میشه، خوردمش، سیر شدم، بعد از اون بهترین غذا رو هم جلوم بذارید دیگه اون رغبت رو نشون نمیدن. حرکت گشنگی قبل از افطار. دقیقاً. خب حالا اولین موردی که من باید مد نظر داشته باشم چی هست؟ اینه که مسلمون درست باشه. چرا میگیم مسلمون درست؟ واسه اینه که اولا به اصطلاح وقتی که یک زن مسلمون گرفتی، شما اومدید یک مسائل رو مطرح کردی، یک نوع، حالا من معناش این نیست که مثلا میگه مسلمون هست یعنی اینی که زشت هست، یعنی اینی که فقیر هست، یعنی اینی که از حسب و نسب نیست. الان من اولویات رو باید در نظر داشته باشم. چه چیز واسه من اولویت هست؟ موارد دیگه هم هست. الان مثلا ما یک ویژگی یک همسر درست رو الان میاییم براش 10 تا به اصطلاح ویژگی میذاریم. حالا من میخوام که بیننده عزیز ما چیکار کنه؟ بیاد این 10 تا ویژگی رو واسه خودش داشته باشه و واسه هر یکی از این ویژگی ها 10 نمره بذاره. بعد بیاد این دختر خانومی که میخواد باش ازدواج کنه از این 10 نمره یه نمره بهش بده بر حسب اون چیزی که بهش میرسه. حالا چه جوری بهش میرسه رو هم میگیم. حالا اومد 10 نمره رو داد به همین به اصطلاح در این مورد مثلا 8 نمره، در مسلمون بودنش به اصطلاح 5، در نمیدونم فلانش 10، در خوشگلیش 10. آخرش بیاد اینا رو جمع کنه. حالا 10 تا 100 تا. من میگم اگر این اومد از 70-75 گذشت، این دختر مناسبی هست. شما میتونید باش به زندگی دنیا و آخرت رو بسازید. خب اومد از این مرز پایین اومد، اینجاست که دیگه هرچه پایین میاد باید دیگه به طرف مردود شدن و به اصطلاح صرف نظر کردن شما باید فکر کنید که پایین تر از این مرحله 80 خوبه، 90 خوبه، بیشترش عالی هست دیگه. اما اومدیم از 75 پایین اومدیم دیگه کم کم باید منصرف بشیم، مورد دیگری رو مد نظر داشته باشیم. مهمترین نقطهش مسلمون بودنش هست. مسلمون بودن یعنی پایبند به اسلام باشه. خب پایبند به اسلام معنی این نیست که معصوم باشه. هر کسی لغزش هایی داره، فلانی داره، اما نه، یک دید خوبی از اسلام داره، یک فهم درستی از اسلام داره. حالا من وقتی که همچنین زنی رو دارم که مسلمون هست، موارد بسیاری واسه من حل شده است. من وقتی میخوام به اصطلاح برم جایی، میرم مریخ، خیالم راحت هست که زن مسلمونی تو خونه دارم، این پایبند به دین هست. الان در مورد به اصطلاح تربیت فرزندان مشکل ندارم. خب وقتی هم میگم مسلمون هست، این رو هم باید مد نظر داشته باشم. مسلمون در چی؟ در اطار جامعهش. یعنی اینی که در اون من با یک زن ازدواج نمی کنم. ما در قبلا هم روی این ترکیز داشتیم که به اصطلاح اصرار داشتیم که جناب در یک ازدواج فامیل با فامیل هست. خب این رو هم مد نظر نداشته باشیم. حالا یک خانم هست پایبند، دیندار، خب اما خانوادهش اینطور نیستن. خب اینجا آیا من این ظرفیت رو دارم که با یک زنی ازدواج کنم که این زن پدر مادر نداره، خویشاوند به معنای کلمه نداره، و من هم حاضر هستم که این ریسکو بکنم که فردا که فرزندانم اومدن این فرزندان در اینطور این قدرت رو داشته باشم که بتونم این فرزندان رو در همچنین محیطی که داییاش، خاله هاشون، پسر دایی ها و پسر خاله ها، پدر بزرگ و مادر بزرگ به اصطلاح مادریشون، اینها انحراف دارن، انحراف اخلاقی دارن، انحراف دیانت دارن، انحراف من اصلا قبولشون ندارم از نظر تربیت و اینا. آیا من این قدرت رو دارم که در همچنین فضایی بچه‌هام رو تربیت کنم؟
نه تنها من، آیا خانواده من این قدرت رو دارن؟ چون که فردا شاید من مردم، درسته. 5 تا بچه گذاشتم مردم، حالا برادران من، خواهران من این ظرفیت رو دارن که این بچهای من رو در به اصطلاح در این جو ناسالم حفظ کنن؟ اگه دارن اینجا میتونن بیام این ریسکو بکنن. از همچنین خانواده‌ای مثلا که چون که خانم از نظر اسلامیش درست هست 10 گرفت، حالا من میتونم این ریسکو بکنم. اما نه، من این قدرت رو ندارم، خانواده من این قدرت رو ندارم. ما از اولش میگیم که آقا دست نگه دار. با وجود اینکه اون گزینه مناسبی هست، با وجود اینکه اون گزینه خودش به تنهایی مناسبه، به تنهایی خودش از هر به صورت 10 ویژگی که ما میگیم مثلا همه رو گرفت شد 100. باز در این مسئله اسلامش ما باید خیلی محتاط باشیم و حتی خود دیانتداری رو گفتیم که یک نوع انسجام دیانتداری باشه. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر کسی اومد به خواستگاری دختریتون که شما از دیانتداری و اخلاقش راضی هستی، پس هر دیانتداری من ازش راضی نیستم. شاید من از دیانت فرد راضی باشم، اما این دیانت و التزام و پایبندی به دین این فرد با پایبندی به دین دختر من نمیخوره. قرائتی که از این دین داره با قرائتی که من از این دارم متفاوته. یعنی دقیقاً قبلا هم گفتیم که مثلا ما 3 نوع دینداری داریم. یک دینداری ارزشی هست، یک دینداری سلوکی هست، یک دینداری انفعالی هست. حالا اگر این دینداری ارزشی هست و دختر من ارزشی هست، این خوب بهترین. من اینا رو با هم انسجام میبینم که به هم میخورن. نه میدونم اگر دیدم که نه پسر من یا دختر من یه دینداریش فقط حجاب و یک نمیدونم نماز و طاعت و اینا هست، اما از مسائل دیگه دین، یعنی ما وقتی که حرف میزنیم از ارکان دین، خب بعضیا فکر میکنن ارکان دین یعنی دین، ارکان اسلام یعنی اسلام. نه خیر، ارکان اسلام یعنی اون چیزایی که اسلام روی اونها وایستاده. اینو خیلی مهمه. یعنی ما 5 تا عمود داریم، روی این است. 5 تا عمود داریم، ستون داریم که اینا اسلام هستن. اولی و مهمترین و قدرتمندترینش شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله است. بعد از اون نماز هست، روزه هست، زکات هست، حج هست. اینا ستون است. اینا ستونایی است که دین روش وایستاده است. هر یکی از اینا افتاد، دین افتاد. دینی وجود نداره اونجا. اما دین فقط اینا نیست، سقف داره، دیوار داره. کمترینش و به اصطلاح آخرینش همون حج هست که آقا برای کسی که توانایی اینو داشت. همین حج اگر تواناییشو داشت فرد و حج نرفت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بره آقا میخواد یهودی بمیره، میخواد کلیمی بمیره، میخواد مسیحی بمیره، میره خودش. نگه که من مسلمونم. روی اینها ارزش‌های اسلامی است که تقوا هست، پرهیزکاری هست، عفت هست، نمیدونم معاشرت هست، اخلاق هست، رسیده اخلاق هست، وفا هست، همه این صداقت هست. همه اینا ارزش‌هایی است که باز خود اسلام رو تشکیل میده. حالا این طرف فقط دین رو همین ارکان میدونه، ارزش‌ها رو نمیدونه. بعد اینجاست که من بیاد ببینم که این دینداری این با دختر من نمیخوره. پس اولین مورد دینداری هست که من این دینداری رو مناسب با دختر خودم میدونم. حالا دختری که میخوام بگیرم این دینداری اون دختر رو مناسب خودم هم میبینم. حالا جناب دکتر شما از اسلام گفتید که اولین شرط اسلام باشه، در حالی که میبینیم ما قرآن کریم و دین مبین اسلام حتی ازدواج با غیر مسلمان رو هم اجازه میده. ما الان میتونیم اگر مردی بخواد با دختر مسیحی یا با یک دختر یهودی ازدواج بکنه از لحاظ شرعی این اجازه رو داره به نص آیه کلام الله مجید که والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم در آیه 5 مائده. شما در این باب چی میگید؟ هم دختر پسری میخواد، حالا مثلا ما شاید از بیننده ما خیلی باشن در اروپا، در آمریکا که این شرایط براشون فراهمه، الان یک دختر مسیحی رو میخواد باشه ازدواج بکنه، شرعاً هم اجازه داده شده. اگر شما روی این موضوع بحث اسلام انقدر تاکید میکنید، یعنی این شخص رو مناسب نمیبینید دختر مسیحی و یهودی رو برای پسر مسلمان؟ ببینید ما وقتی که میایم در حیطه اجازه حرف میزنیم، اجازه یعنی به اسلام وقتی که یک قانونی رو میذاره همه مواردی که برای بشر احتمال وقوعش هست همه رو زیر نظر میگیره که در هر موردی به اصطلاح اسلام جوابگو هست و جواب برای هر موردی داره.
خب آیا مواردی هست که نامناسب باشه برای انسان و اون رو هم اجازه داده باشه؟ خیلی چیزها هست در زندگی ما که مناسب و در شأن نیست، اما اجازه هست که مثلا ما در همچنین مواردی اگر نیازی بود خب اجازه هست. همین ما که اینجا نشستیم قبل از اینکه بیاییم خب رفتیم لباس پوشیدیم درست اومدیم اینجا که نشستیم، هی نمیدونم کارگردان این گفت آقا جوراب تو درست کن و کفش تو درست کن فلان کنی از این حرفا. برای چی؟ چون که در شأن این برنامه است که ما باید ژست بگیریم. خب میتونستیم اجازه هم بود که هر یکی از ما فقط یه پارچه دور خودمون بپیچیم بیایم اینجا بشینیم. یعنی شرعاً چیزی که از لحاظ شرعی شما میفهمید در محدوده مثلا عورت مرد مطرح میشه که در نماز حداقلش هست بین ناف تا زانو، این اجازه داده شده شرعاً که انسان با این میتونه تا نماز بخونه، یعنی از بالای ناف تا زیر زانو یک مرد پوشیده باشه میتونه نماز بخونه. دقیقاً. حالا یه چیزی هست که به اصطلاح اجازه هست، ولی به خاطر چی ولی اجازه با هست؟ این لباسی که انسان حداقل لباس نماز هست مناسب نمیبینه. هیچ کس مرد فکر نمیکنه حاضر بشه که ما اگر لباس مشخصی هم نمی داشتیم، یه جایی می بودیم که اصلا وجود نبود مگر همون به اصطلاح حد ادنای لباس، میخوایم یه پیامی رو برای بینندگان برسونیم، نمیودیم این جلوی دوربین، می اومدیم دیگه اونجا احساس میکردیم که الان باید یه پیام مهم رو برسونیم، نرسوندیم یک به اصطلاح فاجعه‌ای به پار میاد، یک اشتباهی میشه، یه فلان میشه، اما بیشتر از این شو نداریم، پس اجازه هست، مجبوریم. حالا ببینیم در زندگی زناشویی حالا چه مناسب تر هست. میگی که بس اجازه هست با یک مسیحی، یک یهودی، حتی در مثلا جامعه فارسی زبانمون یک سنی بیاد با یک شیعه ازدواج کنه، آیا جایز هست؟ این یه چیزی هست که میگیم که آقا جایز هست، اما آیا مناسب هست؟ میگیم که نه. چرا مناسب نیست؟ چون که یه معیارهای دیگه اینجا هست. هرچه ما نقاط مشترک بیشتر داشته باشیم بین زن و شوهر، استمرار ازدواج، گمان غالب بر این که این ازدواج استمرارش بیشتر خواهد شد. مشکل رو در چی میبینید؟ حالا ببینید در وقتی که ما یک انسجام نداریم، زن و شوهر از نظر عشق و محبت که این انفعال هست میگن که ما با هم خوبیم، عاشق هم دیگه ایم. خب یه نقطه هست، این نقطه دوامپذیر نیست، چون انقلاب به اصطلاح به اصطلاح عاطفه زود برمیگرده، احساسات غرایز زود سیراب میشه. خب پس این یه مدت داره، بعد از این مدتش تموم میشه. این احتمال وجود نداره که این عشق و علاقه و محبت استمرار پیدا بکنه؟ این احتمالش بسیار ناچیز هست. چرا؟ چون که این انفعال هست. انفعال یه وقتی که من به اصطلاح سیر شدم دیگه چی میخوام؟ اون عشق رفت. حالا یه نقطه دیگه میاد که ما با هم یه نوع انسجام داریم روی قضیه زندگی مشترک. از نظر اقتصادی با هم میخونیم، از نظر به اصطلاح مسائل فرهنگی با هم میخونیم، از یه منطقه ایم، از یک شکل قافامون با هم میخوره، همه اینا. پس میگیم که این احتمال استمرارش بیشتره. خب اما از نظر عقلی و فکری و دیانت چی؟ نه، با هم مشکل داریم. از نظر اخلاق با هم خوبیم، پس احتمال استمرار بیشتر هست. دیانت که نبود، از نظر فکری ما با هم مشکل داریم. خب این جنجال ساز هست. مرد به خصوص اگر زن به اصطلاح از یک دیانت دیگه هست، مرد غالب امرش در نقش مرد در تربیت فرزندان بسیار کمه. خب زن اینجا حرف اول رو میزنه و مرد حاضر نیست که کوتاه بیاد بذاره که مثلا بچه هاش مسیحی بشن، یهودی بشن. خب اینجا چه اتفاقی به وجود میاد؟ اینجاست که دیگه اختلاف بالا میکشه، دعواها میشه و یک اینه که وقتی که من میخوام به اصطلاح یک زن مسیحی یا یهودی یا دیانت دیگه بگیرم، این مسائل رو مد نظر باید داشته باشم که آیا من این ظرفیت رو دارم؟ یعنی چی؟ یعنی من میتونم با این زن با وجود اختلاف این زن بگیرم نه همسر؟ این ببینید در ازدواجی که من با یک دیانت دیگه ازدواج میکنم، من زن باید انتخاب کنم نه همسر. زن و همسر فرقشون چی است؟ فرقشون اینه که زن فقط مال دنیاست، این دیانت دیگه گرفت، پس آخرت باش نیست. نه دیگه، وقتی که در دنیا در آخرت که مسیحی و یهودی نمیتونه با آدم خب دیگه پس با من نیست در آخرت، پس من همه یه حکایت زندگی دنیایی است. خب
از این زن من فرزند میخوام یا نمیخوام. این مهم هست. بله فرزند میخوام. پس حالا که فرزند میخوام، آیا من میتونم آینده این فرزندام رو از نظر دیانت حمایت کنم، بسازم؟ بله میتونم. جوی که توش هستم، برادرام، خواهرام، خانواده‌ام، همه این فضا رو به وجود آوردن، این تضمین شده است. اینجاست که من یک زنی رو بهم اجازه هست، اونم باز شرط و شروط‌های خاصش داره که این زن باید عفیفه باشه، عفت داشته باشه، حیا داشته باشه. یعنی در مسائل دیگه‌ای که تنش زاد هست، اون به اصطلاح مرد رو تحریک میکنه، این همه این مسائل رو مد نظر داره. بعد از اون دیگه حالا اجباری هست ازدواج کنه، آقا اجازه هست. اما باز هم مناسب هست؟ میگیم نه مناسب نیست. چرا؟ چون که این همه ریسک ها رو شما دارید به جان و دل میخرید. اگر یک مردی براش مهم نیست این چیزه، بچه مسلمان میگه حالا مثلا بچه‌م مسیحی بشه، یهودی بشه، زیاد مهم نباشه براش. خب این به اصطلاح اصلا واسه خودش آخرتش هم براش مهم نیست. این دیگه دنیاشو میخواد بچرخونه. خب اینا رابطه زن و شوهر هست، رابطه ازدواج نیست، رابطه نکاح هست که این طرف میخواد که به سوی غریزه رو دفع کنه. حالا این غریزه رو به این صورت دفع میکنه، آقا براش اجازه هست. پس بحث ما بیشتر حالا جمع آوری بکنیم روی افرادی است که میخوان همسر داشته باشن با اون ترجمه شما و تعبیر شما، که در دنیا و آخرت با هم باشین. و نکته لطیفی اشاره فرمودن جناب دکتر که ازدواج با مسیحی و یهودی و غیره به هر حال موحد به صورت عموم در کلام الله مجید آنچه که به هر حال من شده غیر موحد که اصلا حرام هست ازدواج با اون و از اینها استثناء شده بعد اهل کتاب مسیحیان و یهودیان، گرچه اونام غیر موحد هستن. و همسر مسیحی و یهودی رو که قرآن هم اجازه داده به شرط عفتش و بقیه مسائلی که رعایت بکنه، در آخرت با ما نیست دیگه. این که شکی در این نیست که در آخرت با ما نخواهد بود و این هم جای تأمل داره. واقعا انسانی که عمری زندگی میخواد بکنه 20 سال 30 سال با یک فردی و همسرش همچنان مسیحی باقی مونده باشه، همچنان و یهودی باقی مونده باشه، چطور راضی میشه که این همسرش در آخرت در دوزخ بره؟ و لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. در این موضوعات نمیخوایم وارد بشیم. و غیر از مسلمانی، حالا این مسئله رو شما فرمودید که حالا 10 نمره مثلا کسی اومد انتخاب کرد که مسلمانی است که دیانتش، دینداریش، پایبندیش به دین و برداشتش از دین با برداشت و دیانت و دینداری منی که خواستگار هستم میخوره. خب مرحله بعدی اینه که انسان صالحی باشه. خب میگیم که انسان صالح خیلی صالح هستن. ببینید ما در هر کاری که میخوایم بکنیم یک معیارهای خاصی برای صلاح داریم. مثلا من یه دوست دارم، خب برای این دوستم یک ویژگی های خاصی رو من در نظر میگیرم که بگم این دوست من دوست درستی هست، برای دوستی درسته، امانتدار هست، بله، نمیدونم راستگو هست، بله، دیگه نمیام ببینم که آقا این روزه میگیره یا نمیگیره، نماز تهجد میخونه یا نمیخونه. این معیارهای دیگه که خیلی خوب هست مد نظر من نیست در رابطه دوستی. اما در رابطه یه مورد دیگه، من شریک میخوام در کارم، تجارتم، من یک انسان درست میخوام از نظر به اصطلاح کار تجارت ماهره، بله ماهره، صداقت داره، بله صداقت داره، امانت داره، دزد و این چیزا نیست. خب مسلمونه؟ نمیپرسم که مسلمون هست یا نیست، چون برای این کار شراکت من دینداریش، مسلمون بودنش اینقدر روی تجارت من تأثیر نمیدونه. این پس صالح هست برای کار بازرگانی من. این صالح بودن در هر فضای یک تعریفی از خودش داره. یک تعریف از خودشه. حالا من میخوام که زن بگیرم، حالا این زن من باید صالح باشه. خب حالا زن صالح، همسر صالح چه صفاتی داره؟ همسر صالح یک معیارهای خاصی براش هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمان بهترین نعمتی که به یک انسان داده میشه یک زن صالح هست. بهترین نعمتی که انسان، یه مرد میتونه به دست بیاره یه زن صالح هست. پس این زن صالح همچنین چیز کم ارزش و کم بهایی نیست. ثروت این گفتیم. خب
این ثروت هنگفت چه ویژگی‌هایی داره؟ میفرمایند که فرمانبردار شوهرش هست. اگر شوهرش یه چیزی ازش خواست فرمانبرداری داره. خب دوم اینه که چشم شوهرش رو پر میکنه. اذا رأتها سرته، وقتی اونو میبینه خوشحال میشه. یعنی میفهمید که چون وقتی که همسر انتخاب میکنه، حضرت علیه السلام فرمودن که اول فرمانبردار هست، علاوه بر این که فرمانبردار هست سعی میکنه که به نحوی در فضای داخل خانه زندگی بکنه که چشم و دل شوهرش رو پر بکنه و خود همین که چشم شوهرش رو پر میکنه باز خودش معنای وسیع رو در بر میگیره طبیعتاً، چون وقتی این نتیجه برآورده میشه که طرف زن بتونه که به هر حال محبت بکنه، رفتارش خوب باشه، اون رو دلش رو به دست بیاره، طوری برخورد بکنه که بتونه چشمش رو پر بکنه. یک موردی هست در قضیه زناشویی و اون اینی که عفت هم مال مرد هست هم مال زن هست. محور اصلی عفت خانم هست. اون خانومی که میاد شکایت میکنه که شوهرم انحراف داره، اولین کسی که باید بازجویی بشه و زیر سوال میره خود همین همسر هست. چرا؟ برای اینکه این همسره که لگام لغزشی که به اصطلاح صورت گرفت لغزش جنسی هست، عاطفی هست. لگام این به اصطلاح لغزش مهارش دست همسر هست. وقتی میگیم زن صالح ازدواج چی هست؟ اول اینی که اذا امرت و اطاعت، وقتی به امری میکنه فرمان برداره. دوم اینی که اگر اون رو دید اذا رأتها سرته، وقتی اونو میبینه خوشحال میشه. ببینید من شوهر از میرم وارد خونه میشم تا زنم رو میبینم یا میخوام ببینم احساس میکنم که موهای سرم سیخ شد. پس من دارم چی رو میبینم؟ یه دانیاسا رو میبینم، یه وحشی رو میبینم، یک نمیدونم اژدها رو میخوام ببینم، یا میخوام به اصطلاح سعادتم رو ببینم، آرامشم رو ببینم، رحمت و مودتم رو ببینم. خب حالا من وقتی رحمت و مودتم رو میبینم باید خوشحال بشم. طبیعتا منی که در بازار و در همه فضاها فضای اینی هست که چشمم منحرف بشه، باید بدونم که در داخل خونه از این بهترشو دارم، حتی در زیبایی، در خوشگلی. پس اینی که زن باید داخلش فرشته باشه واسه اینه. خب چشم شوهرش رو پر کنه. چه اگر این کارو نکرد خب خودش دیگه باید بعد دیگه چوب میخوره رو کله خودش. بعد میاد میگه که شوهرم رفته زن دیگه گرفته، شوهرم رفته فلان شده اعلام شده. از اینجا اومد. پس عفت مرد دست زنه. نکته سوم اذا غاب عنها حفظته، وقتی که شوهر نیست این زن پاک دامن عفت داره، چه شوهر باشه چه نباشه این زن عفت داره. یعنی همون اسلامی که گفتیم یه ارزش هست پیشش. بله. خب این زن دیگه انحراف نداره. حالا شوهر با خیال راحت میره هر جا که خواست، میره دنبال کار، وظیفهش اقتضا میکنه که بره مریخ. وقتی میره مریخ میدونه که این زن در رو به روی کسی باز نمیکنه، به روی هیچ نامحرمی نه در خونه رو باز میکنه، نه در واتساپ رو باز میکنه، نه در فیسبوک رو باز میکنه، نه در چت رو باز میکنه، پیامک رو باز میکنه، هیچ. مطمئن هست. این دیگه یک زنی ایدئالی هست از نظر صلاح. آنچه که جناب دکتر شما فرمودید، خب ویژگی‌های زن صالح، اینها همه مواردی است که بعد از ازدواج انسان میبینه. الان من خواستگار وقتی میخوام برم خواستگاری میخوام همچین خانمی داشته باشم و میخوام خواستگاری بکنم که همچین ویژگی در خانم باشه. ولی خب این خانم رو که آنچه که شما فرمودید از چشم پر کردن، از حفاظت اسرار شوهر و رفتن بیرون از خانه و از موارد فرمان برداری، اینا رو که هیچ کدوم تجربه نکرده شخص، و الان چطور خواستگار میتونه مطمئن بشه که این صفات هست؟ حالا منی که ازدواج کردم میتونم نسبت به همسر خودم مثلا اگه بخوام بهش نمره بدم از این 10 تایی که شما گفتید، نمره بدم مثلا چند میگیره با توجه به تعاملی که باش دارم و دیدم ازش.
اما کسی که خواستگاری نکرده شما میگید بعد اینطوری باشه. خب من هنوز نرفتم خواستگاری، مثلا شناختی ندارم نسبت به این دختر خانم، من از کجا بدونم اینجوری هست اصلا؟ آفرین، این بسیار نقطه مهمی رو اشاره فرمودید. اینی که به اصطلاح بعد از ازدواج اگر من اومدم دیگه الان تبر خورده به سر، دیگه راه برگشتی نیست. راه برگشتی نیست. خب. اینجا اگر بفهمم نفهمم مهم نیست. قبل از اینکه ازدواج کنم باید این مورد نظرم باشه. حالا چطور بفهمم؟ سوال خیلی از بیننده است. اینی که من چطور بفهمم که این خانم آیا واقعا این زن صالح هست، این رو من باید بیوگرافی همسرم رو بدونم. یعنی چی؟ یعنی زندگی یعنی نامه‌ای که بدونم شما آقا ازش این صحبت کجا می‌کنید. متولد شده، به کجا رسیده، از صفر تا الان به چه معنا. بپرسم عمرش چقدره؟ آقا عمرش 25 ساله. 25 ساله چی میخونه؟ تازه دیپلمشو تموم کرده. دیپلمی که قرار بود 15 ساله تمومش کنه 25 ساله، یعنی چی؟ پس این 10 سال کجا رفت؟ خب این رو وقتی که مراجعه میکنم باید بفهم. یکی اولا این مسائل رو مطرح کنم که بله پس این موردهای سقوطی که از همچنین چیزایی که در بیوگرافی و زندگیش مطرح میشه این چی شده؟ میگن بله ایشون 2 سال درسش رو ترک کرده، چیکار کرده؟ قرآن حفظ کرده. خب بعدش چی؟ بعدش یک فرصت خیلی خوبی بود برای آموزشگاهی زده بودن، تو این آموزشگاه خیاطی و نمیدونم فلان و فلان به خانم‌ها یاد میدادن. گفتیم بره اینا رو یاد بگیره، برای زندگیش مهمتره از نمیدونم این درسی که میخونه و فلان. پس من گیرم اومد که این چند مرده حلاجه یا چند زن حلاجه. خب اما نه، اومدن گفتن که بله 3-4 سال مردود شده بخاطر چی؟ زیاد از ریاضی مشکل داشت، با ریاضی یا با زبان اینا. خب چیز مهمی نیست، طرف نمیتونه زبان بکشه، نمیتونه این برای من زیاد مهم نیست. تأثیری تو شخصیتی نداره. خب البته یه سالی هم گذاشت رفت پیانو یاد گرفت. خب کجا؟ یه باشگاهی زده بودن آخر شهر دیگه، با این دختر همسایه میرفت اونجا و بنده خدا دختر خوبی بود دختر همسایه و اینا. و بعد میبینم که دختر همسایه رو میبینم، افراد رو میبینم که بله کلاس رقص هم میرفت. کلاس رقص هم میرفته. کجا میرفته؟ اون دختره به اصطلاح دوستاش چنو دوستایی هستن. خود فضای خانواده چه فضایی هست؟ رابطه پدر مادر چطور هست؟ رابطه خواهر برادرها با هم دیگه چطوره؟ کل رابطه این فامیل با فامیل دیگه چطوره؟ این جزئیات رو از کجا پیدا کنیم جناب دکتر؟ الان یک واقعیت موجوده دیگه، اما خیلی از جوانای ما که میرن ازدواج میکنن نهایتش اینه که طرف مثلا از فک و فامیلایش، حالا اون ازدواجی که در خصوص باز رابطه دوستی فامیلی هست، میتونه طرف تا حدودی پیدا بکنه که مثلا چند سال کجا بوده، چند سال چی خونده، چند سال چی بخونده. حالا شما میگید از همسایه، دوست، آشنا، این بر اون بر، فضا مساعد نیست، خیلی جاها نمیشه. خیلی وقتها یعنی عرف جامعه، خیلی وقتها شرایط جامعه، اصلا طرف جرئت نمیکنه سمت خانواده طرف نزدیک بشه. بعضی وقتا طرف نزدیک بشه داداش دختر پاش میشکنه، باباش از اون کوچه رد بشه میزنتش. خب الان کسی که تو این فضا میخواد انتخاب بکنه و حقش هم هست، دختر خانم هم حقشه که بشناسه کی میاد خواستگاریش، کاملا این حق رو داره و پسر هم داره، اما فضا بهشون اجازه رو نمیده. چیکار بکنن؟ راه حل چیه؟ ببینید در همین فضایی که شما میفرمایید، همین یارو وقتی میخواد بره یه کت بخره 4 تا فروشگاه رو سر میزنه. وقتی میخواد که نمیدونم یه کفش بخره 5-6 تا دکان میره. خب اونجا در هر فروشگاه و دکان و کفش فروشی بازه. خب کسی من نمیکنه آدم. اینه که هر چیزی راه حل خودشو داره. هر موردی به راهی داره، هر چاره‌ای برای هر کاری میشه پیدا کرد. یه موردی هست که ما احیانا از جهالت هستیم که ما میاییم سعی میکنیم یه فرهنگی ما برای خودمون ساختیم، یک عادات و رسومی واسه خودمون ساختیم، سعی میکنیم دین رو بر مبنای عادات و رسوم خودمون شاخ و برگ بدیم، اینور اونور قیچیش کنیم که با ما بسازه، که در واقع نباید اینطور میشد. اصل حکایت این هست که ما باید عادات و رسوم خودمون رو در سایه دین بیایم اصلاح کنیم، غربال کنیم. این چیزایی که حالا این اشکالاتی که هست، باید جوون ما هم دختر هم پسر باید این جرأت رو داشته باشن که این مسائل رو در خانواده در محیط اصلاح کنن. خب
اصلاح کردن به معنی دعوا نیست. اصلاح کردن به این معناست که من حکمت عمل رو بکنم. ببینید بیشترین هزینه رو که اینجا پرداخت میکنه دختر خانم. و دختر خانم آخرین کسی هست که ازش پرسیده میشه. پدر و مادر انتخاب کردن، اطرافیان اومدن امضا کردن، اون که امضا بلد بود امضا کرد، اونی که نبود اثر انگشتی گذاشت، آخرش دختر خانم رو میبینن. خب این بیچاره که بسیار مونده از حیرت، کار از کارش تموم شده دیگه، کار از کار گذشته اصلا. این که اینجاست که این دختر خانم باید عقلش رو به کار ببینه. ببینید که این پدر من چه نوع پدری است. پدر من مثلا دیندار سطحی هست. خب به نمیدونم خواب و اینا میگه که چی میگم که بابا من حقیقتش استخاره کردم، دلم هنوز یه جوریه. هدف این نیست که من بخوام ردش کنم طرف رو، من میخوام طرف رو بشناسم. بس وقت بدیم. هر وقتی که کسی اومد خواستگاری دخترتون رو زودی یا زودی، این بدونی که تو کفشش ریگی هست. من میخوام بابا یه هندونه میخرم 4-5 بار این ور اون ورش میکنم ببینم تو داخلش چه خبره. خب میخوام که کسی رو انتخاب کنم که 50 سال آینده زندگیم باشم، تو بهشتم با هم باشیم. یعنی تا بی نهایت با هم زندگی کنیم. بهشت یعنی بی نهایت دیگه. اینجا ریسک جایی داره برای ریسک؟ خطر داره. خب اینجاست که من باید به هر شیوهی شده. ببینید این طرفی که ازدواج مثلا اومده خواستگاری من، این که از مریخ نیومده، از دماغ فیل که نیفتاده. توی جامعه‌ای هست، توی خانواده‌ای هست، اطراف همسایه‌ای داره، خویشایی داره، همکارایی داره، محیطی هست. این محیط رو من بیام ازش استفاده کنم. اهرم‌های مختلفی که تو جامعه هست که دست و پای من اگر تو محیط خانه بسته است، خب من عمه دارم، خاله دارم، دختر عمه دارم، همکلاسی دارم، اینا رو همه رو بسیج کنم به یک شیوه محترمانه، که نه که برن اونجا به اصطلاح داروغچه بشن یا میدونم برن بازجویی کنن فلان. خیلی محترمانه. خب این رو سر و کلش رو پیدا کنم که این پسری که اومده از چه خانواده ای. سالای بحثمون دختر هست. این دختری که من میخوام ازدواج کنم، اینو بعض خانوادهشون چطور هست. یک مورد بسیار جیبایی که یکی از بچهای انجام داده بود خیلی جالب بود. این رفته بود از یک به اصطلاح خانواده، یک دختری بود به اصطلاح تو همکلاسیش تو دانشگاه میخواست ازدواج کنه. حالا دیگه ببینید دخترها چی هستن. اولی که پسر میاد خوشش اومده، خانم فلانی، حالا نمیگه دیروز میگم خواهر فلانی، حالا میگه خانم فلانی، ببخشید یه سوالی می‌پرسم دیگه به دل نگیرید، ناراحت نمیشید فلان. یک مقدماتی میکنه به اصطلاح جست هم در میاره. خب چیه حالا، چی میخوای بگی؟ شما خواستگار دارید؟ بیشتر هم که این رو نمیپرسن، نگاه میکنم انگشتاتو میشه نگاه کنم که انگشتری هست یا نیست. خب نه ندارم تا حالا. خب میشه شماره تلفنتون رو بدید؟ ما شماره تلفن شد داد. واقعا من عاشقت شدم. چی عاشقت شدی؟ ابروات و چی نمیدونم، شونت و نمیدونم کمر باریک و فلان. این یه بچه است، این نپخته است، این نمیدونه زندگی یعنی چی. این بنده خدا میگه من چیکار کردم؟ به اصطلاح خواهرم رو فرستادم با شوهر خواهرم اینا که رفتن چی خونه طرف بدون مقدمه. رفته بودن اون شهر همینجور به اصطلاح فیلم بازی کرده بودن، رفته بودن جلوی به اصطلاح خونهش در زده بودن، ببخشید خونه فلانی یه اسم دیگه گفته بودن. گفتن نه ببخشید شما. میگه ببخشید ما با خانواده اومدم اینجا، خسته ایم از شهر فلان اومدیم، اجازه است که یک خستگی در بیاریم، ماشینم خراب شده فلان شده. یک فیلم بازی کردن رفتن داخل خونه. سر زده وقتی که داخل یه خونه میشی خیلی چیزا دستت میاد. فرهنگ اون خونه با یه دید تو چشته. اون مخصوصا مقدسین که بدون علم و آگاهی نسبت به موضوع هست، آمادگی ندارن. رفتی دیدی که بنده خدا گذاشتش جورابای اون بچه اونجا افتاده، پوشک بچه اونجا افتاده، نمیدونم فلان چیز اینجوریه فلان اونجوریه. میفهمی که اینا تو کتابخونه دارن، تو خونهشون ندارن، نمیدونم وضع حال خونه چیزایی که به اصطلاح فقر عیب نیست. هیچی تو خونهشون ندارن عیب نیست.
اما همین هیچی که دارن چطور این رو گذاشتن، این فرهنگ خونه رو دستت میده. خب من باید وقتی میخوام زن بگیرم باید خانواده اون طرف رو بدونم. خب من یک دختری نمیگیرم که به اصطلاح منیم و اون، ما یه خانواده ایم، اونا یه خانواده‌ان، ما آینده رو میسازیم، بچه ها رو میسازیم. اینه که ما این مسائل رو باید با زیرکی کشف کنیم که این طرف واقعا یک زن صالحی هست یا نه. ممنونم جناب دکتر. عجله کار ما رو خراب خواهد کرد، پس میتونیم با صبر میخواد، استقامت میخواد، وقت میخواد، آشنا شدن با خواستگار و یا شخصی که میریم خواستگاریش. غالبا کسی که میره خواستگاری فرصت بیشتری داره. کسی که خواستگار براش میاد، خواهرانی که خواستگار براشون میاد، عجله نکنن در پاسخ دادن و وقت بگیرن. این وقت میتونه کمک میکنه به ما تا بتونیم بیشتر آشنا بشیم از کانال‌های مختلف با اون شخصیت فرد و شرایط زندگیش، آیا که میتونیم بهش ازدواج بکنیم، به درد زندگی ما میخوره یا نه. اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه این موضوع. جزاکم الله خیر. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا
لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع فن انتخاب همسر و اگر اجازه بدید به همراه شما و جناب دکتر یک مروری داشته باشیم بر برخی از پیام هایی که و سوالاتی که از طرف شما عزیزان به ما رسیده از طریق پیامک و SMS و واتساپ و انشاءالله مطرح خواهیم کرد در این برنامه. جناب دکتر، سوالی که مشهود هست در بین تماس‌ها و به هر حال ارسالی، پیام‌های ارسالی از طرف بینندگان، موضوع بحث عدم تفاهم بین زن و شوهر و ازدواج‌های اجباری که از موضوعاتی است که چندین نفر از خواهران بیشتر فرستادن. به عنوان نمونه خواهری فرمودن که من شوهرم ازدواج در ازدواج، خلاصه صحبتشون این هست که ازدواجشون با شوهرشون به اختیار خودشون نبوده، شوهرشون پسر خالشونه ولی خب از لحاظ اعتقادی مشترک نیستن، ایشون سنی، خانم شوهرشون شیعه است و پایبند هم نیست، ظاهرا میگه شوهرم پایبند نیست به نماز و روزه و این مسائل هم و تفاهم نداریم، دوتا هم فرزند داریم و غالبا هم با هم جنگمون میشه، دعوامون میشه در زندگی و من فقط جز گله کردن کار دیگه ای هم ندارم. راه حلش چیست؟ باز شبیه همین مورد رو باز از خواهر دیگری داریم که میفرمایند که من زنی هستم که با اجبار ازدواج کردم و هیچی تو زندگیم خوشبختی ندیدم، چون اصلا شوهرم رو دوست ندارم، خیلی عذاب میکشم و عذاب وجدان هم دارم و ازش راضی نیستم، به همین خاطر سعی میکنم پیشش هم نخوابم و ازش متنفرم با تعبیر خودشون و از زندگیم سیر شدم، نمیدونم که چی کار باید بکنم. خانواده‌ای دارم زورگو، برادرایی دارم که به جز فحش و حرف زشت چیز دیگه ای بلد نیستن و به الله قسم که خسته شدم از زندگی. لطفاً کمکم کنید که من چی کار باید بکنم. به این دو خواهر شما چه پیشنهادی دارید؟ اولا من از این خواهر عزیز عاجزانه درخواست میکنم که 2-3 هفته دیگه ما رو تحمل کنن. حالا چی این همه مدت رو تحمل کردن، یه مقداری صبر کنن. ما در برنامه آتی انشاءالله فن و فوت عشق سازی رو هم به خانواده ها به عزیزان یاد میدیم که عشق رو میشه ساخت. تنفر هم باشه بینشون، تنفر همه اینا یک انفعالات هست. همونطور که ما میگیم عاشق به اصطلاح الکی عاشق شده، اینی که عصبانی هست و از کوره در رفته هم خیلی وقتا میتونه برگرده تو کوره و این به اصطلاح همه اینا یه نوع انفعالاتی است که بنا به یک پیش زمینه های دیگه از من مشوره نکردن. ببینید شما میرید یک لباس میخرید، وقتی که ازتون پرسیدن که این لباس رو میخوایی انتخاب کردی، خوشت میاد. این لباس پدر گفت که نه بابا این لباس میدن ژاپن هست،
شما یه چیز دیگه مد نظرت بود، اون رو اصرار داشتید، اما پدر دید که نه این دوام پذیرتر است، خوشگل‌تره، بهتره، فلانه. این رو وقتی میپوشی جسمت میخوره که اصلا بهترین لباس هست، اما چون که در تصورت هست یا دیگران گفتن که بابات واسط خرید، خود عقل نداشتی که بخری، خب این یه نوع پیش زمینه‌ای برای ما میسازه که ما احساس کنیم که این لباس واسهمون مناسب نیست، زشته، فلانه، چون حرفای دیگران هست. یا یک نوع احساس میکنیم که آزادی ما سلب شده. بله. خب اینی که مثلا من به زور ازدواج دادن و فلان کردن و راضی نبودم و فلان بودن، اینا همه اصلاح شدنی هست و با وجود اینها عشق ساختنی هست که انشالله ما اینها رو فن و فوتش رو به خواهرها یاد میدیم. انشالله فقط این مقداری ما رو همراهی کنند و تا اون وقت حداقل نه دست به خودکشی بزنن و نه دیگه دنبال طلاق بگشند و نه هم از زندگی خسته بشن. اما در موردی که خواهری که پرسیدن که به اصطلاح توافق دینی نداریم، ببینید خب اشتباهی که از اول نباید صورت میگرفت، اما شده دیگه، اما الان شده و 2 فرزند هم هست. ببینید شما راه حلش این نیست که اشک بریزید، این اشکو بذاری برای تمساح خانم. خب شما بیایید چیکار کنید؟ آقا تمساح اینجا خانم تمساح هست. الان بیایم چیکار کنیم؟ ما الان با یه بیماری روبرو هستیم، یه غده سرطانی اینجا به وجود اومده. من چه کار میکنم؟ آیا گریه کنم، خودم رو دقمرگ بکنم، یا دنبال درمان باشم؟ راه درمان چیه؟ راه درمان اولش اینه که من یک به اصطلاح تا حالا که اومدم این رو ادامش بدم، اما با یک دید دیگه، با یک دید پرستار. نمیگم دید معلم که امر رو نهی کنی، نمیگم که نمیدم دید پلیس که زیر ذره‌بین بگیری کجا رفت چیکار کرد، این کارو نباید بکنی، این کار. با دید یک چی؟ یه پرستار مهربون هست، کتک میخوره، بیمار هست دیگه، فوش میشنوه. میبینید پرستارا تو چی بیمارستان چه بلایی سرشون میاد، میاد تا به اصطلاح بیمار رو نمیدونم داروشو بده، بیمار 4 تا فوش بهش میده، سیلی میزنه، فلان میزنه. این بیمار هست، پرستار بازم لبخند میزنه. شما الان پرستار باشید خانم محترم و سعی کنید این فرد رو درمانش کنید. اگر شما میگید که من یک خانم سنی هستم، شوهرم شیعه است و فلان است، من میگم شما سنی نیستید. اگر واقعا شما یه مسلمون درست می بودید، چطور امکان داره یک آدمی که مسلمون نیست به گزارش شما یا نمیدونم منحرف هست یا نمیدونم مشکل اعتقادی داره، این 4 سال شما با این کنار هم بودید، نتونستید اینو رنگ بدید؟ امکان دارین که پس مشکل پیش شماست. شما اگر یک انسان نمونه می بودید، یک انسان صالح می بودید، الان نبودید. حالا خودتون رو بسازید، خودت رو بساز، اون در سایه ساخت شما ساخته خواهد شد. خب اینی که تو دلت بذاری که این شیعه است، بابا شیعه است که چی؟ شیعه کیه؟ ما در جامعه خودمون شیعه که نمیدونم مسیحی و یهودی و نمیدونم آتش پرست که نیست. نه، شیعه مسلمون مثل شما. چیزی شده که نمیدونم گول 4 تا آخوند رو خورده که گفتن که آقا میتونی قبر هم پرستش کنی. اما وقتی که شما بیایید این رو اگر الان افرادی که در همین به اصطلاح تلویزیون وصال حق که نه کسی رو به اصطلاح مجبور میکنه، نه تا 4 سال با کسی زندگی میکنه فلان، از دور هزاران نفر تو ایران و دارن به اصطلاح شیعه‌گریشون رو ول میکنن، موحد میشن. اگر یک تلویزیون، یک نمیدونم مونیتور میتونه این کارو بکنه، شما که عاطفه هستید، شما که انسانیت هستید، شما که یک همسر هستید. خود همون سلاح همسر بودن خودش برای شکار خیلی از مشکلات خیلی نه؟ شما خیلی کار میتونید بکنید. پرستار باش و حتما اصلاحش میکنی، آیندت رو هم میسازی، بچه‌هات رو هم میسازی و شوهرت رو هم خواهی ساخت. ممنون جناب دکتر. بیننده دیگری فرمودن سلام خدمت برادران مجال شبکه وصال حق. و علیکم السلام خدمت شما بیننده گرامی. یک سوال داشتم. من یک زن دارم که 10 سال عروسی کردیم، حالا 3 سال با یه نفری که خیلی دختر پاک و خدا ترسی هست آشنا شدم و میخوام دوباره ازدواج کنم.
و از اول آشنایی نیت خیر داشتم و قصد ازدواج و زن اولم با خبر شده. حالا هنوز ایشون ازدواج نکرده، ایشونو میگه زن اولم، کلا ظاهرا کارو تمام شده داره ایشون و هر روز برای دعا میکنه، بعد دعا میکنه، نفرین میکنه، میگه آه دل من تو را آخر به زمین میزنه و شما گناهکارید، من به خاطر ترس از خدا و آسیب نرسوندن به خودش هیچ کاری نکردم. لازم امکانات، اخلاق، رفتار هیچی هم از ایشون از زن اولم دریغ نکردم. ظاهرا از این تعبیر به حساب میاد که ایشون توی سلام علیکش با خواهری که ایشون میفهمن قصد ازدواج دارن یک مقدار پیش باید رفته باشن که اصلا اونو میگن زن اول. این چنان انگار که رابطه رو تمام کردن. من تعلیقات من اگر برادر عزیزمون داره میشنه ناراحت نشید، ولی از صحبت شما اینجوری برمیاد. و حالا اینجوری رفتار میکنه خانم اولم و میگه که خدا به امثال تو اجازه نداده زن دوم بگیر، من چیکار کنم؟ اولا این خب حالا ازدواج کرده، حالا یا نکرده، در حکم ازدواج دوم هست. ببینید تصرفات زن اول شما هیچ ایرادی نداره، عین فطرت هست. چرا؟ چون که زن، طبیعت زن، خداوند متعال زن رو به گونه‌ای خلق کرده که در قلب زن یک انسان بیشتر جای، یک مرد بیشتر جای نمیگیره. خب یه شوهر بیشتر جای نمیگیره. محبتی که عشقی که برای شوهر هست در قلب هر زنی یه دونه هست، اما در قلب مرد اینطور نیست. دل مرد، عشق مرد میتونه 4 تا زن رو به اندازه هم در دلش جا بده. به اندازه هم؟ به اندازه هم، با عدالت، با محبت، با عشق، با تمام معیارهایی که میشه به اصطلاح برای خودمون خب چطور یعنی میشه که انسان همه رو به یک اندازه دوست داشته باشه؟ طبیعتا یکی رو بیشتر دوست داره. ببینید میشه که دوست داشتن یه چیزی هست بالاتر از دوست داشتن هست، یه عشق هست. در تعبیر قرآن مودت و رحمت هست. عشق یک انفعال هست. این انفعال رو هر لحظه میشه تغییرش داد. اما مودت که هست اون عشق سرمدی هست، اون دوام هست، اون ثابت هست. خب من میتونم 4 تا زن رو به اندازه هم، مگه مادر 10 تا فرزند رو نمیتونه به اندازه هم دوست داشته باشه؟ همین مادر وقتی نسبت به شوهرش فکر میکنه میگه نمیتونه. خب این مادر برای، چون که هر انسانی با اون سیستمی که هست قیاس میکنه. مرد به اصطلاح به شیوه مردانگی فکر میکنه، زن به شیوه زنانگی. این زن چون که در قلبش یه شوهر بیشتر جا نمیگیره فکر میکنه. خب این فکر کردنش، این انفعالاتی که میده، این فحشایی که میده، این داد و نفرینایی که میکنه، اینها رو هر یکیش 100 کیلو طلا ارزش داره. فحش شنیده همین فحشا اینا یعنی چی؟ دیگه. برای چی؟ یعنی این زن باید این شوهر فحش درمانی کنه دیگه. این شوهر باید اینو رو قدر شناسی بکنه. فحشخور نیست، اینا رو هر بدی که میبینه، هر نفرینی که میبینه، روی هر نفرینش 100 تا بوسه بزنه. این نشانه چی هست؟ نشانه عشق هست، محبت هست. فکر میکنه که الان این کسی که من اینقدر دوستش دارم، اینقدر بهش عشق میورزم، کسی دیگه داره این رو از من میدزده. خب این که صحبت‌های یک خواهری وقتی که شوهرش میخواد ازدواج کنه نشان از محبتشه، حالا برای اینکه حرف تند باشه، نامناسب باشه، در این ما اختلاف نظر نداریم. ما بحثمون روی آقا هست. حالا این آقایی که میره ازدواج دوم میکنه این نشانه چیه؟ این نشانه بازم این محبت هست. محبت به زن اول به زن دوم میگیره. هر ازدواج دوم به نفع زن اول هم هست. این از دید من شما مانیگمر داستونه گفتنش، ولی نه یک بحث علمی هست، بحث پژوهش‌های علمی رو میگن که آقا زن دوم وقتی تو محیط خانه میاد کل این سیستم خانه رونق پیدا میکنه. چرا؟ آپدیت میشه. خیلی از قدرت هایی هست که در زن اول هست، زن اول نتونسته اینا رو کشف کنه. چرا؟ ببینید ما در یک کلاس چیکار میکنیم؟ در یک کلاس درس میایم یه رقابت به وجود میاریم. رقابت چیکار میکنه؟ رقابت یک استعدادهای خفته رو بیدار میکنه. اون پتانسیل رو دوباره شکوفا میکنه. خیلی از پتانسیل‌ها کشف نشده. وقتی که یه زن دیگه میاد تو محیط زندگی، الان یک رقابت به وجود میاد. همین زن اول نه تنها رقابت‌های اخلاقی و عاطفی و نمیدونم فلان، حتی رقابت‌های فیزیکی. ببینید پژوهش‌های علمی میگه آقا خانومی که بچه‌دار نمیشه، خانم‌هایی که بچه‌دار نمیشن
وقتی که شوهرشون زن دوم گرفته 75% از این خانم ها بچه دار شدن. یعنی چی؟ یعنی حتی از نظر فیزیکی تغییر پیدا کردن. لحاظ تاریخی هم اگه بخوایم حساب بکنیم علاوه به بحث علمیش، نمونه هاجر و ساره رو ما داریم که بعد از اینکه ساره فداکاری کرد برای هاجر که ابراهیم علیه السلام با ایشون ازدواج کنه و اسماعیل به دنیا آمد، الله متعال باز به ساره هم بشارت فرزند داد در بالای 90 سالگی، نه تنها یعنی یکی دو تا، یعنی هم به بشارت به اسحاق داد، هم با ورای اسحاق یعقوب. یعنی این هاجر این قدرت، این ساره این قدرت رو داشت، این پتانسیل خفته بود، نیاز بود که یک رقابت شدیدی به وجود بیاد تا این به حرکت در بیفته و افتاد. الان هم همینطوری هست. اون آقایی که مثلا به خصوص اون آقایونی که به اصطلاح از زن اولشون زن دارن بچه دار نمیشن، اینها وقتی میگن که ما به خاطر نمیدونم زن اولمون عشقی که داریم نمیدونم زن دوم میگیریم، من میگم اینا دروغ میگن. اینا زن دوم نمیگیرن چون که ترسوان، بزدلن. واقعیت امر هست اگر واقعا تو عشق داری، تو دوستش داری 75% فرصت طلایی که این خانم بخواد مادر بشه رو داری ازش میگیری، محرومش میکنی از این که مادر بشه. 75% قدرت داره که مادر بشه، یعنی احتمال خیلی بالاست. تو الان این 75% حق مادری رو ازش میگیری که چی؟ من واقعا بهش عشق میدونم. دروغ میگی. چون دکتر نصف بیننده‌مون پرید رفتن، خواهرانی که هنوز موندن اجازه بدید همین تا آخر برنامه همراه ما شما باشن. بیننده بعدی خواهری فرمودن که سلام علیکم، خسته نباشید. و علیکم السلام خواهر گرامی. سلام. فرمودن من میخوام که همسرم وجدان و غیرت مردانگی داشته باشد، حاضرم تا قیامت براش کنیزی هم بکنم. یک چیزی که هست ایمان دارم که با صداقت و پاک بودن و البته همت داشتن میشه به عرش الله تعالی رسید. من میخوام چنین مردی داشته باشم که با هم به عرش الله تعالی برسیم، چرا که زن به تنهایی بعضی جاها درها بروش بسته میشه. برام دعا کنید. اگر نسبت به این صحبتم شما تعلیقی دارید. مورد دیگه هست که ان ما در برنامه آینده بهش اشاره میکنیم، قضیه عفت. هر مردی دنبال زن هست و هر زنی دنبال مرد هست و مرد و زن یه معنای خاص داره. ببینید ولیس الذکر کالانثی. ولیس الذکر کالانثی یعنی چی؟ یعنی این قدرت هایی که خداوند در زن گذاشته مرد هرگز بهش نمیرسه. مرد مثل زن نیست، زن هم مثل مرد نیست و زن هم مثل مرد نیست. منظور در اینجا اینه که هر زنی بخواد مرد نما باشه خیلی زشت میشه، آدم ازش استفراغش میگیره. و همینطور هر مردی که به اصطلاح زن نما بخواد بشه، خب آدم ازش متنفر میشه، جامعه ازش متنفر میشن. پس هر سنگی در جای خودش سنگینه. خیلی ممنونم. جناب دکتر خواهر دیگری فرمودن که 2 سال میشه شوهرم با زنها در ارتباط است. من خیلی کوشش کردم و همراهشون صحبت کردم، اما بی نتیجه بود. با من خیلی بد رفتاری میکنه و از کاری که میکنه من از نوشتنش شرمم میاد و لط و کوب میکنه، منو با من درگیر است و خیلی مواردی که نمیتونم اونها رو بیان بکنم. لطفا منو کمک کنید. و الان هم که نوشتم در غیابش در خانه نوشتم. ببینید باز هم میگم این مرد چرا چشش چپ رفت؟ اولین ایراد روی خود همین همسر هست که نتونسته چشم این مرد رو پر کنه. با خوشگلیت، با زینتت، با نمیدونم تحریک عاطفه به اصطلاح غرایز شوهر و اشباع این غرایز، طوری به چسب این شوهرت، طوری واسه این شوهر هر چی که به اصطلاح دیگران میکنن که این رو جذب میکنن، با نمیدونم ناز و کرشمه، با نمیدونم ترانه خوندن و عاشق تم و فلان، همین رو گولش زدن. تو چرا این کار رو نمی کنی؟ بیا این کار بکن که دیگه نایی برای اینی که به اصطلاح در فکر دیگر باشه نداشته باشه. وقتی که کل غریزش رو خنثی کردی، کل غریزش رو اشباع کردی، دیگه این کار رو نمی کنی. اول این مورد. دوم هم براش معلم نباش، پلیس هم نباش، نه زیر نظرش بگیر نشی. ببین شما منکر و نکیر نیستید، شما همسر هستید، پرستار باش، سعی کن این فرد بیمار رو درمانش کنی. از دیگران کمک بگیر، اما کمکی که میگیری کمک از پزشک باشه، پزشکی باشه که سر اون شوهرت رو
افشا نکنه. ببینین شوهرت خداوند وقتی که رسواش نکرده تو چه حق داری رسواش کنی؟ این کاری که میکنه گناه در حق تو نیست، در حق خداست. خداوند رسواش نکرده، حق نداری رسواش کنی، حق نداری به دیگران بگی. به کی میگی؟ اگر نیاز بود به پزشک معالج میگی که هیچ وقت دهنش قرص باشه و بتونه به اصطلاح به این برسونه زدن و نمیدونم این راه حل نیست. جوونی اومد صحابی است پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله همین کارا رو می‌خواست بکنه که یا رسول الله به من اجازه بده که من برم زنا بکنم. ببینید پزشک چطور درمانش میکنه. دیگه برادر عزیز اونایی دیگه که بودن دو افراد جوون غلط کرده پیش پیامبر این افراد بزنیم دندوناش خرد کنیم. نه ببینید برادر عزیز این رو برای مادرت میخوای؟ برای خواهرت راضی میشی؟ برای دخترت راضی میشی؟ خب هر زن دیگه یا مادر کسی هست یا دختر کسی دیگه هست یا خواهر کسی دیگه هست. خب پس اینجاست که بسیار با یک منطق با یک عقلانیت کم کم به عنوان پرستار این رو میتونید اصلاحش کنید. داد و فریاد نمیداره، نمیدونم گریه و زاری نداره و هم دیگه پلیس بازی هم در نیار، معلم هم نشو. از گریه و زاری گفتی جناب دکتر، خواهری فرمودن که من همیشه زود گریه میگیرم و نمیتونم جلوی گریه هم بگیرم، هر وقت همسرم میره سفر میزنم زیر گریه و میخوام که مثل سنگ سخت باشم و به این راحتی ها گریه نکنم. شما چه توصیه میکنید به این خواهری که انقدر قلب به این خواهر میگم که خداوند متعال به شما یه نعمتی داده، خداوند به شما یک الماس داده، شما دنبال خرموره هستید. خواهر عزیز شما این اذیت میشن از این احساس. خیلی باید افتخار کنن، باید این اولا این باید بیشتر گریه کنم، فقط دستمال خازی پاک کنن، فقط گریه میکنن وقتی رفت. خب این چیز طبیعی است، یعنی اینی که شما عاطفه دارید، شما محبتت زیاده است، این رو به عنوان یه بیماری تلقی نکن، چیز عادی است، رو خودت فشار نیار. اینی که بیا دیگه یا گریه میکنی اشک میریزی. من آقای سلیمانی رو وقتی که به اصطلاح چند روز نمیبینم اشکم میریزه. حالا بیام دیگه خب شما که دیگه همسرتون هست و فلان، نه این چیز طبیعی است، هیچ ناراحت نشین، اما دیگه به هر حال با این وضع بسازید. رضایت از تقدیر الهی رو دست ندید، صبر رو از دست ندید، بقیه اشک ریختن هیچ اشکالی نداره، برای چشات هم خوب. ایشون میفهمن که حتی وقتی با بقیه هم بحثم میشه گریه میکنن. خب این پس یک مورد دیگه هست. این مورد مقداری اعتماد به نفستون پایین هست، این رو میتونید درست کنید. چطور؟ ببینید شما قدرت‌های زیادی دارید. همین خانمه یک قدرت‌های خارق‌العاده داره. همین خانمه رو بهش بگم که قدرتی که شما دارید بی‌نهایت هست. ببینید خانم محترم، شما یک انسان بودید، در یک مسابقه شرکت کردید که در اون میلیون‌ها فرد وجود داشتن، شما برنده شدید، میلیون‌های دیگه مردند و رفتند، کشته شدند، که همون در به اصطلاح رحم مادر بود که شما وجود اومدید. در اونجا میلیون‌ها بویزه دیگه بود، شما اومدید، پس شما یک قدرت خارق‌العاده دارید. بیایید بحث وقتی میکنید دیگه احساس نکن. ببین چرا احساس میکنه که به اصطلاح گریه میکنه در مقابل بحث با حرف زدن و اینا؟ احساس میکنه که شکست خورده، احساس میکنه که نمیتونه مقابله کنه. شما منطق رو حفظ کن و اینی که به اصطلاح نتونستی طرف مقابل رو قانع کنی وظیفه شما نیست. قانع شد، نشد، شما راه خودتون میری. پس وقتی که همچنین احساس کنی که شخصیت من با حرفای اونا خورد نمیشه، من این انسان قوی هستم، خود به خود این اعتماد به نفس به دست میاد دیگه. شما نیاز نیست که خودتون ببازید و احساس کنید که شکست خوردی گریه کنید. ممنونم. بیننده دیگری فرمودن که دختر برادری دارم، برادرزاده‌ای که 15 سالشونه، مامان باباش ازم جدا شدن، دختر آواره است و باباش هم معتاده، کاری به کارش نداره، هر خواستگاری بیاد قبول نمیکنه و چند ماه پیش هم خواستگاری واسش اومد، نمیدونم که چرا قبول نکرد. تا حالا میگفتن که بعد از رمضان، قبل از رمضان خواستگار اومده بوده براشون و همه راضی بودن. یک دفعه ایشون اولش قبول کرد، بعد زد زیرش، بخوش گفته بودن که از شهر خودمون زن بگیر، ولی دیگه این الان مشکلی شده که ایشون دیگه قبول نمیکنه. چیکار میشه برایشون کرد؟ اولا من تعبیر این برادر رو اصلاح کنم که این دختر آواره نیست. وقتی که عمویی مثل شما داره چرا آواره باشه؟
خب پدر و مادر نداره، عمویی مثل شما داره، سرپرست بس داره. خب الان چرا این دختر قبول نمیکنه؟ این مسئله. البته میفهمن ظاهرا به اولی هنوز که رفته بود دل بسته است. خب کسی اومده خواستگاریش دل بسته است، نمیدونم باقی مخالفت کردن، رفته بعد از اونم دیگه قبول نمیکنه. خلاص با این میشه نشست و بهش فهمون که زندگی چی هست. اگر همین برنامه پیشی ما رو با برنامه امروز و برنامه آتی رو دنبال کنه، انشالله این مسائل حل میشه. این مسائلی هست که با گفتمان درست میشه، با دعوا و مرافعه درست نمیشه. عمر این دختر کم هست، 15 سالشه میفرمایند، یعنی این عمر به اصطلاح نوجوانی هست. نوجوانی یک نوع حدت خاص خودش رو داره، شما یه چیزی منعش کنید اون بیشتر شیفته میشه. این نوجوان قدرت خاص خودش رو داره که عقل گراست. این باش بنشینیم قانعش کنیم و چند تا مثال هم براش بیاریم، راه میفته و مسئلهش حل میشه. این جای نگرانی نداره، فقط یه مقدار گذشت میخواد، یه مقدار صبر میخواد. خواهر دیگر فرمودن که نگران ازدواجشونن، فرمودن خواستگاری اومد خانواده رد کردن، راضی نبودیم، خودشون هم راضی نبودن ظاهرا، و میفرمایند که 25 سالمه و فعلا خواستگار دیگری نداشتم، چیکار باید بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ دخترای عزیزی که همچنین مواردی دارن، ببینید عیب نیست که ما دنبال شوهر باشیم. خب پدر مادر دنبالی که سوژه مناسب باشن، عمه‌ها و خاله‌ها و اینا دنبال یه سوژه مناسب باشن. اینه که این خانواده باید حرکت کنه، باید یه نوعی به همه بفهمونن که این دختر خانم چه ویژگی‌هایی داره. خب خیلی خوشم اومد، چند روز پیش ما رفته بودیم خونه‌ای، مادر اون خونه برای خانمم دخترش رو تعریف کرده بود که تازه فارغ التحصیل شده، فلان داره، اعلان داره. خانمم اومد تعجب کرد، چرا این حرفا رو به من زد؟ گفتم نه، این زن بسیار زن زیرکی هست، چون میدونه که شما 10 جای دیگه هم میرین، 100 نفر دیگه خونه شما میان. خب حرف این خانواده میشه، این حرفا رو منتقل میکنید. به این صورت دنبال یک انسان لایق و شایسته باشیم، دنبالش باشیم خوبه. و خواهر عزیز یه چیز بسیار مهم هست که اون رو غافل نشید، شوهر همسر یه روزی هست و روزی رسان خداوند هست، خداوند رازق هست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این یک معادله قرآنی هست، کسی که تقوای الهی پیشه کنه خداوند براش گشایشی میاره و از اونجایی که در تصورش نیست خداوند براش روزی میرسونه. دعا یادت نره. خیلی ممنونم جناب دکتر، به پایان وقت برنامه رسیدیم. ما عزیزانی که بیننده برنامه ما هستید و احیانا دوست دارید که سوالی دارید، نظری دارید، پیشنهادی یا انتقادی دارید در موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، میتونید با ما مکاتبه بکنید از راه‌های مختلف، از طریق SMS، از طریق واتساپ، از طریق تلگرام، همچنین از صفحه فیسبوک سفره دل و یا از طریق پیامگیر صوتی شبکه جانب صالح حق. راه مختلفی برای شما عزیزان باز هست، میتونید با ما مکاتبه کنید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، سوالهای خودتون رو مطرح بکنید و حتما ان شاءالله در برنامه‌های پیش رو مطرح خواهد شد. علاوه بر این که ما موضوع ادامه خواهیم داد، همچنان فن همسرداری قرار بود جناب دکتر 10 مورد رو اشاره کنن، 2 مورد فقط وقت شد که اشاره بشه. ان شاءالله در برنامه بعد جناب دکتر در 1 دقیقه صحبت پایانیتون رو میشنن. تا ما این ویژگی‌های همسر خوب یا خانم خوب و ویژگی بعد از اون یک شوهر خوب رو بیان می‌کنیم، خواهشاً دختر خانم‌ها عجله نکنند. یادتون نره شما در دین مبین اسلام و در فرهنگ ما یک ملکه هستید، یک شاهزاده هستید. یک ملکه باید صبر کنه، کسی که میاد همینطور از در و دیوار نپره، از در خونه بیاد. یه مرد نه، یه آقایی که از دماغ فیل افتاده نه، یک خانواده 10 مرد، 20 مرد، 40 مرد میان پیش بابات و خواهش میکنن که پسرشون رو به غلامی قبول کنه. تا این غلام بیاد به چنگت بیفته منتظر باش تا راه کارا رو یاد بدیم، سر همچین به صلاح خودتو تو هچل نندازی و چند ماه صبر کنم، چند هفته صبر کن، ان شاءالله همه مسائل حل میشه. با ما همراه باش ان شاءالله که چند هفته چند ماه نشه. تشکر میکنم جناب دکتر، استفاده کردیم از فرمایشات شما در این برنامه. همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر خاص دارم و تشکر ویژه از احمد جان کارگردان محترم برنامه، فرید منیر احمد و جاوید جان و رفیع محمد جان که
پشت صحنه این جوانان فعال همیشه تلاش میکنن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار بشه، با امید اینکه در فضای زندگی همه جوانان عزیزی که ازدواج کردن لحظات زیباتر از گذشته رو تجربه بکنن و کسانی که دم بخت هستن الله متعال از الله متعال خواهیم برای همه برادران و خواهرانی که قصد ازدواج دارن همسرانی شایسته برای اونها عطا بکنه تا سعادت دنیا و آخرت رو تجربه بکنن. و در آخر برای همه گذشتگانمون از الله متعال تقاضای بخشش رحمت و مغفرت داریم و همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش. جزاکم الله خیر.